سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید از چنل پوکر اسپورت. در این چنل به اتفاقات ورزشی اخیر میپردازیم. احتمال انتقال بازی خانگی استقلال به مشهد. علی خطیر اعلام کرد که ممکنه بازی این تیم به استادیوم امام رضایی مشهد منتقل بشه. تگذیرش با شما که استقلال و پرسپولیس شاید دیگه نتونن در استادیوم آزادی بازی کنن. اینو برای یه جلسه ما داشتیم، فکر کنم تقریبا یک هفته 10 روز قبل در دفتر ریاست محترم فدراسیون فوتبال با حضور رئیس محترم اداره ورزش جوانان استان تهران و آقای دکتر جوادی عزیز و آقای دکتر عسکریان رئیس شرکت توسعه تجهیز وزارت ورزش و دوستان سازمان لیگ و باشگاه استقلال پرسپولیس، خب اونجا بحث کیفیت چمن استادیوم آزادی بحث شد و گفتن که این استادیوم واقعا دیگه ظرفیت این که بار بازی‌های استقلال و پرسپولیس و بازی‌های تیم ملی و بازی‌های جام باشگاهی آسیا و همه رو با هم دیگه نداره و قرار شد که حالا نمیدونم از کدوم هفته، هنوز به ما کاملا ابلاغ نشده، ولی قرار شد از یه نقطه به بعد این استادیوم بره برای ترمیم و به هر حال ما بازیامون رو ببریم به یه جای دیگه که ما هم تقاضا دادیم که اگر خدا کمک کنه و امام رضا انشالله بپذیره ما بریم مشهد کنار جوار حضرت رضا اونجا و انشالله تو مشهد ما میزبانیمون اونجا داشته باشیم. هزینه‌اش هم زیاد میشه، شما برید بیاید. خب دیگه ما مجبوریم دیگه، وقتی به هر حال ما بخوایم اگر یه فوتبال با کیفیت داشته باشیم در یه زمین با کیفیت در کنار هوادارامون، چون به هر حال مشهد هم از نگاه بر جامعه هواداری استقلال جزء شهرهایی هست که جامعه هواداری استقلال اونجا بسیار زیاده و هواداری پرشور استقلال در این شهر بسیار زیاده و مطمئنا استقلال اونجا به هر حال حالت مهمان نداره، خودش میزبانه، چون انگار تو شهر خودش داره یه جورایی داره بازی میکنه و اگر این افتخار نصیب ما بشه و بتونیم کنار تو ورزشگاه امام رضا بازی بکنیم، هم میتونیم هوادارامون رو داشته باشیم، هم توی چمن با کیفیت، چون واقعیتش چمن استادیوم آزادی الان متاسفانه قربانی داره میگیره. الان اون کیفیت رو نداره، سلمانی هم اضافه شد و حالا ما مکاتباتمون رو انجام دادیم با اداره ورزش جوانان استان خراسان رضوی. الان شما تاییدیه ضمنی سرمربی تیمتون این اکنام رو هم دارید دیگه که مکاتبه کردید؟ بله، ایشون هم موافق هستن که این اتفاق بیفته، چون میگم برای ما یه بازی ها درست هزینه‌مون بیشتر میشه، ولی خب در مقابل هم باعث میشه که ما تو یه زمین با کیفیت تری بازی کنیم، همین که هوادارا کنار خودمون داشته باشه. حداقل قرارداد استقلال با رایتل 90 میلیارد تومانه که این قرارداد رقم سقف نداره و این مبلغ واسه به استقبال هواداران استقلال از خدمات شرکت رایتل داره، اما این شرکت باید حداقل 90 میلیارد تومان در این فصل به استقلال پرداخت کنه. گوستاو بلانکو که جدیداً به استقلال پیوسته و چند وقتی هم تو تهران میگذرونه، هنوز قراردادش با این تیم ثبت نشده و هنوز اجازه بازی نداره. با هم صحبت‌های علی خطیر در این باره رو بشنویم. بنابراین اومده گفته آقا، یکی گفته آقا به من خوندم نوشته که آقا بلانکو، جواد نکونام گفته بلانکو مقابل هوادار بازی میکنه، اون یکی گفته آقا نه چه حرفی میزنی، ما تمام بازی برای صادر میکنیم، تمام تلاشمون برای هوادار من انقدر سمجم، تلاشمون رو انجام میدیم. ما این بازیکن رو گرفتیم که ازش استفاده کنیم، نگرفتیم که استفاده نکنیم که. بعد بازیکن خارجیه، بازیکن داخلی که نیست که تابع قوانین فدراسیون فوتبال و قوانین داخلی باشه، بازیکن خارجی تابع قوانین فیفا است و بازیکن گرفتیم که ازش استفاده حالا من میخوام برگردم به صحبت‌های یه ماه پیش شما یه ماه پیش چی بود که فرموده بودید آقا ما حتی یک بازیکن هم نمیتونیم جذب کنیم. الان چه اتفاقی افتاد؟ همین الان هم نتونستیم جذب کنیم. جذب کردن نمیتونیم. نه ولی اینکه قطعا خوشبینین که آوردینش دیگه. حتما خوشبینم. همین دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ بازیکنان استقلال
با معرفتم، من میدونم اینو. یعنی آره. گرفتم این اتفاق میفته مطمئنا. یعنی گفتگو شما نتیجه میده و بلانکو صحبت‌های اولی هم بنا به همکاریه که چون اگر ما بلانکو تو تیممون باشه قوی تریم و این قوی بودن به همه بازیکنان کمک میکنه و این منفعتش به همه بازیکنان میرسه. چون ما تیم قوی تری باشیم به هر حال میتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و مطمئنا این اتفاق میفته. علیرضا رضایی در بازیکن پیشین استقلال به شمس آذر قزوین پیوست. بعد از اتفاقات بازی سپاهان و الاتحاد که به دلیل عدم حضور سعودی‌ها در زمین در لحظه شروع مسابقه انجام نشد، حالا بخش سعودی اینستاگرام گل در یک خبر فوری اعلام کرده که قرار مسابقه رفت تیم‌های سپاهان ایران و الاتحاد عربستان تکرار شه که البته مشخص نیست زمان برگزاری این بازی پیش از بازی برگشت در روز 13 آذر خواهد بود یا پس از آن انجام میشه. همینطور گفتن که قرار بازی سپاهان و الاتحاد مجدد در ایران و در ورزشگاه غیر از نقش جهان برگزار بشه. در آخر این خبرم اومده که باشگاه سپاهان با جریمه مالی مواجه خواهد شد. با هم صحبت‌های مهدی سلیمی در این باره رو بشنویم. ما انتظارمون از فدراسیون فوتبال این بود که حمایت بیشتری از ما بکنه توی این قضیه. به هر حال رایزنی‌ها در سطوح بالای مدیریتی میتونست خیلی خیلی به ما کمک کنه. حالا متوجه شدیم که این یکی دو روزه حالا اتفاقاتی در فدراسیون افتاده و خیلی امیدوار هستیم که این بازی تکرار بشه در نقش جهان. ولی به هر حال اون چیزی که مشخص هستش ما باید منتظر رأی AFC باشیم و دقیقا ما اطلاعی از این موضوع نداریم. فقط امیدوارم دوستانی که میتونن تو این کار کمک باشگاه سپاهان کنن حتما حالا هر کمکی که هست رو انجام بدن تا این بازی مجددا تو اصفهان برگزار. آره این نکته شما نکته درستیه. من که میگم در مهمترین روزهای فوتبالمون اون دوستانی که مسئولیت دارن معلوم نیست چیکار میکنن، شما اگه همون لحظه میرفتید عکس العمل مقایسه میکردید با فدراسیون فوتبال عربستان که اونا دارن چیکار میکنن، سایت اصلیشون رو چک بکنید، هدلاین رو ببینید که کاملا نکاتی راجع به این مسابقه است و بحثایی که فدراسیونشون داشت راجع به کاملا حمایت از تیم خودشون و این سمت هم باید ببینیم دیگه. این سمت یعنی سمت فدراسیون فوتبال خودمون، حالا سپاهان ایران نماینده فوتبالمون، من بیانیه این نکته تماسی حالا از اون صندلی که دارید و کرسی که وجود داره در اف باید استفاده بکنید برای حمایت از تیم نماینده ایران دیگه که معلوم نیست. من دوست داشتم که شما در فضای ورزشگاه در اون روز بی‌نظیر بودید، هوادارهای ما رو می‌دیدید، 50-60 هزار نفر هوادار. واقعا شرایط برای بازی بسیار خیلی عجیب بود، شبیه اسپالن شده بود اون روز. اون خیلی واقعا طراحی‌های کار هوادارانتون، دست تک تک هوادارامون رو میبوسم که تو این روزها کنار ما هستن. حتی بعد از اون اتفاق بازی با صنعت نفت استقبال بسیار بی‌نظیری از بازی انجام دادن که امیدواریم تا آخر فصل هم به همین شکل باشه. دست یک امتیاز از پرسپولیس توسط فدراسیون فوتبال. یه نکته خدمتتون عرض بکنم که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یه امتیاز از پرسپولیس کم کرد و 10 میلیارد تومان تیمو جریمه کرد به خاطر اتفاقات قراردادی. بعد از اینکه این اتفاق برای سپاهان افتاده بود 4 امتیاز و 40 میلیارد فکر کنم، امتیازی 10 تومانه بچه‌ها، اینجوریه انگار. حالا یه توضیحاتی هم یه دوست عزیز اون سری داد، آقای حقوقی عزیزمون تشریف آورد، آقای سعیدی که بیشتر تشریف آورده بودن، راجع به این قضیه صحبت کردن که آقا این چه جوریه، بر اساس چه بندی این جریان در نظر گرفته شده. ولی خب حالا باید ببینیم بازیکنان سپاهان اونایی که نمیتونن بازی کنن چی شد که بازی کردن و چه جوری اصلاح شد این قرارداد و بعد این کسر یک امتیاز و 10 میلیارد تومانه چه مدلیه، آیا تموم شد این قضیه جریمه ها یا ادامه دارد. اینا همه سوالاتی که از کمیته انضباطی وجود داره ولی خب کسی جواب نمیده به اون شکل در فدراسیون فوتبال. اون مثلا کسی هست ان شاء الله حاضرم نباشن و تلفنی و اینا کارو دارن انجام میدن در مهمترین روزهای فوتبالمون که میخوام بریم سراغ یکیش. میلاد سرلک که دچار کشیدگی از ناحیه همسترین شده بود، حدوداً 4 هفته نمیتونه برای پرسپولیس بازی کنه. اینزاگی خواهان جذب تارمی برای اینتر شد. گزینه اول تا سوم اینزاگی تارمی، میرشاد ماجدی رئیس هیئت فوتبال تهران شد. مهدی تاج 2 دستگاه وی آر در ایران میماند و 1 دستگاه دیگر هم اضافه میشه. اصلا میشه چیزی وارد ایران به شاه برگرده. آقای تاج گفتن که این وی آری که الان توی ایران هست 2 دستگاه 2 سیستم وی آر اینا میمونن، 1 دستگاه دیگه هم اضافه میشه. اگه این اتفاق بیفته به نظر من بهترینه. دیگه بهتر از این نمیشه. یعنی واقعا چون بحث شده بود که این دستگاه وی آر تو ایران بمونه، رایزنی کنید، صحبت کنید، نگه دارید. حالا آقای تاج گفته میمونه. خیلی خوبه اگه این اتفاق بیفته یه دونه دیگه هم بیارن. بیشترش هم
در واقع دستگاه بیشتر میارن، ورزشگاه ما مجهز بشن به این سیستم. و یادم میاد اونم این که آیتاج از اول فصل گفته بودن و قرار بود که بیاد، حالا میگن ماهی رو از هر وقت از آب بگیرید. بله درست. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. مخلصیم.